سلام همسایه جان، وقتت بخیر باشه. ببین شما که توی جینگلک بازی هستی، این یک هفته میشه قسمت اس ام اسش قبلا میامد که با سیم کارت یک ارسال کنم یا سیم کارت دو. الان یک هفته میشه این رو پیدا نمیکنم. این قربان دست چجوری رو درست کنم؟ باشه چشم، مراقب خودت باش. خواهش میکنم. یک هفته میشه که اپ اس ام اس گوشی‌های اندرویدی آپدیت شده و اون جایی که شما همیشه میتونستید انتخاب کنید که از سیم کارت یک یا از سیم کارت دو اس ام اس ارسال بشه، جاش عوض شده و خیلی از افراد به مشکل خوردن. توی دو تا گوشی سامسونگ و شیائومی میخوام بهتون بگم که چطوری این مشکل رو رفع کنید. بذارید یکم جلوتر بیام. برای این کار روی نام مخاطب یا شماره تلفن در قسمت بالا باید کلیک کنید. از این قسمت عوض کردن رو بعد بزنید. از این قسمت عوض کردن رو میزنید و میتونید انتخاب کنید که با سیم کارت یک ارسال بشه یا با سیم کارت دو. خب گوشی دوم اگر اونجا کلیک کردین و نبود، روی سه نقطه اینجا کلیک کنید. اینجا قسمت پایین میتونید انتخاب کنید که از سیم کارت یک ارسال بشه یا از سیم کارت دو.